هر DNS هم زدی بازم کار نکرده، تو خوشبختانه مشکلت اینه که بدبختانه مشکلت اینه که مایکروسافت با اینترنتت مشکل داره. بله، حالا چیکار کنی که مایکروسافت با اینترنتت مشکل نداشته باشه؟ باید اینو بکنی یعنی لایک کنی اول ویدیو منو. دوما اگه ایرانسل، شاتل، یه سری اینترنت دیگه اگه اینا رو داری که 100% قضیه کنسل، کلا باید برید یه دونه اینترنت دیگه بخری که اگه از نظر منو میخوای برو یه دونه همراه اول بخر و راحت کن خودتو داداش، و بعدش وارد DNS ستینگ میشی، قسمت منوال، و راحت DNSی که میخوای میزنی و گم میشی، میری داخل فورتنایت، رکروم، بروالهالا، هر گیمی دیگه ای که میخوای و عین آدم بازی میکنی. بهت گفتم لایک و ساب کن.